زبان خودمون گم نکردیم و حرکت میکنیم گم هم نمیکنیم. همین گپ و سبب شده بر یک شب خسته اومده اورتیپ ببر بعد همونجا خسته بعد همین قزاقستان آمده. یوار بیننده خونه البته این بسیار فاجعه کلان شد برای که خلق تمام از دنیا و از خانه و از مال و از همه چی ماند روی من میشه. همینطور یگان چی از خانه ها گرفته نتونستن. در این دهه همه چیز تاجیکی است. معاشرت، عرف و عادت و فرهنگ. فکر میکنید که در یک تاجیکستان کوچک قرار دارید؟ دهه تاجیک نشین فردوسی در جنوب قزاقستان. باشندگان اول دهه قریب 90 سال پیش از ناحیه کوهستان مسجح به اینجا کوچیدند. یکی یکم همه بابای ما مولا اسماعیل و مولا اکرام، همون اکای ابراهیم، اکای جوروبای. مولا اسماعیل یکی از 4 نفر اول بود که به اینجا کوچید. او و یک برادرش در سالهای تعقیبات استالینی مجبور شدند که از زادگاهشان فرار کنند. یک برادر دیگرشان در کوهستان مسجح ماند و با همین بیدرک شد. تاجیکای تهنشین خصوصا مثال من مسجحی ها ماهان، یعنی بابای ما مولا اسماعیل از مسجحی کهنه، از همون مسجحی کهنه سالهای 1931 32 هجرت میکنه. همون وقت آمده من این قزاقستان و همین جایی که ها مخترل میکنن یک دیگر قشلاق رفته خودشون زندگانی میکنن. بعد خیلی آدمی جوان و وقت یاشتر در همه کارها فعال و یکان مرده میشد یکان جناد میشد با حرکت کرده یاردم میکنن. نباشد نمیگون که من ملا هستم. خیلی یک دوسته سخنهایی که همخیل میگون بعد از طرف دولت از اسکرها رو نمیفورد و یکی از همونا میبیند بسیار آدمی عالم و آدمی خوب. بعد میگوید ملا اگر تانید روید ما برای شما رو میگیریم. امروزه پگاه های همین خیلی خبرها هست. همین گپ و سبب شده بر یک شب خسته اومده اورتیپه و بابای ما همه اورتیپه استرافشن که مدرسی همه اورتیپه رو تمام کرده بودن. بعد همونجا خسته بعد همین قزاقستان آمده. اصلش سبب همین همچون ملا همچون روحانی. پدر ما میگفتن که سبب من اینجا آمدگی خیلی اینها اهل اسلام بودن، بسیار تقوادار بودن. یک تا کوزه یافتگی روغن قطعه همون برای همون کوزه محل میدونستید که مقصد تهمت کرده همون انسانی صاحبی همون روغن قبل میکردگی شدگی. این آدم همون جبه نائب بوده کار میکردگی ده و اندوک سلسوید میگویم حاج خشم ساقال میگویم. برای همون شبکه گرفته آئیل را خطاشان دو دختره گرفته همین وای قطعه منی طرفی کو قطعه آمده اینو من اوره تپه من اینجا خوابست و گلستان با همین یان تاقصای گذاشت گلستان با یان تاقصای قطعه نزدیک همینجا گذاشتگی. در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان حدود 45,000 تاجیکان تهجایی زندگی میکنند. یک قسم آنها از ناحیه کوهستان مسجح و باقی مانده از اطراف سمرقند به اینجا آمدند. 1938 سالا یک 500 نفر خوجلیک استقامت کردنشون همه بلچقه همه روزگار کردنشون از همین ولایت سمرقند نوراتاگوتی شهرش میدونید از رایون فارش اما همون ناحیه ها رایون مخترال و چیمکین ولایت چیمکین بکش اون وقت اینجا ولایت چیمکین بود همینجا با مخترال با کوچیده اومدگی اینا. وقتی که من 5 ساله بودم همش در خیالم هست. خانه همون کوچیدن آمدن همون همش در خیالم هست تا
شاید چیر اومدیم کوپری که من حاضر راهی مسجد که خیلی در اون دوره چی بود با بالای هم کوپری که داشتیم اومدنش همه در خیال اومد چون بچه جوان بودم از تلاطوبی همون دریاها کم در چی شدم بودم میسر شد دیگه الحمدلله آمدیم دیگه عباس دیگه اومدم دوباره من طوری یکم بار نرفتیم وطن بینیم جای زادگاه از که بود نرفتیم وقتی که ما اومدیم اینجا البته شرایط مردم اینجا رو دیدیم خیلی سال 1958 سال بود مردم آهسته آهسته خیلی پیشرفتی ترقیات زندگی شد آهسته آهسته نسل بود و در حیات این زندگی ما زیاده 65 ساله 67 ساله که مثلا من در همین جا زندگی میکنم دیده آمدیم الحمدلله مردم خیلی بهتر خیلی مثلا گیریم بهبودی روز تا روز جا شدن گرفت پیش اینجا آمدگی وقتا نه آب بود نه کلان بود همشون آبی گوی که همون جوبار میخوردن اون تو آبی کران نه اون وقتی که من آمده بودم سویت هم نبود اما نه بعد از اون سویت پیدا شد بعد از سویت من آب پیدا شد کوچیدن تاجیکان به قزاقستان تا سالهای 60 عصر گذشته ادامه کرد. یک قسم کمشان دوباره به تاجیکستان برگشتند اما اکثریت در قزاقستان ماندند. بعد سالهای جنگ میشد سالهای جنگ که گذشت همون سالهای جنگ با یک تا خشت برو فهمیده آمدن میگیرن بعد بابای ما از همون کشلاق ینتاقسای میگن همسایه نشین و کوچیده همین حاضره کشلاق فردوسی آمده همینجا جا میکنن خیلی وقت ما خانه های مایده زمینه که به همین بخش اعتبار آمده وقت جنگ و بعد جنگ بعد یک قشلاق شده و آمده بسیار میشون. در این دهه همه چیز تاجیکی است. معاشرت، عرف و عادت و فرهنگ. فکر میکنید که در یک تاجیکستان کوچک قرار دارید اما وقتی به چنین نوشته ها روبرو میشوید به یادتان میرسد که اینجا گوشه از کشور قزاقستان است. آشی نهار یکی از بخش‌های اساسی توی در تاجیکستان است. تاجیکان این آیین را به قزاقستان آوردند و 90 سال است که آن را حفظ می‌کنند. توی در دهه فردوسی از چنین مرکه در یک دهه تاجیکستان چندان فرق زیاد ندارد. باور کنید یکم فرقش ندیدیم. همون رسم رسومی همون دادا بابایی هموشه. عرف عادت تاجیکه ما در همین قزاقستان شده به ملال خب نشان داده است. اون طرفش به هیچ قنقه قرشیلی نیست. همش تجار. محله های تاجیک نشین در قزاقستان از جمله دهه فردوسی از تاجیکستان حدود 200 کیلومتر مسافت دارند. از گذرگاه فاتح آبادی تاجیکستان تا اینجا 2.5 ساعت راه است. قسمت اساسی راه از داخل ازبکستان می‌گذرد. تاجیکان قزاقستان با خویش و تبار خود در تاجیکستان روایی نزدیک دارند. دوی ما رفتم اومدیم در شادام ما میرن اینا ما میبینیم در مقام ما میرن ما میبینیم اینجا مثلا گمرک گذاشتن شما اینا به یکم پرابلم به یکم گپ هم تو دکمنت و حجت و جوش هم باشه دیگر مرحمت با سخن نفس پیشوز میگیرن با سخن نفس گسیل میکنن. بغیر از توی تاجیکان دیگر عرف عادت‌های خود را نیز در اینجا گم نکردند. مکتب دهه و محله نام ابوالقاسم فردوسی را دارند. فرهنگ دینداری در میان تاجیکان قزاقستان تا امروز خوب حفظ شده است. من از در یگان سال همه قسالی مثال زیاد 100 سال نیست در قشلاق ما یگان عرق فروشی در مگزین ها عرق فروختن
یگان خیلی و یا نیست. این خلق هم میدونه تقصیر وقتی سیوز به هم میدونه حاضر هم میدونه. الحمدلله فرزندامو تربیه کردیم هم در دینی هم در سیاسی خبراشون هست. لیکن امامایی در قزاقستان هستند 50% فردوسی برام میگه. من دیگه الحمدلله ما 80 سال در همینجا موجود میگه زبان مادری خودمون گم نکردیم. وقتی که ما مهمان میشیم به دیگر جا از کجا میشه از فلان جا من میگم باورم نیست که شما مثلا زبان در فلان جا قزاقستان نمیشه زبان مادری خودمون گم نکردیم. الحمدلله من با به چند قدم معلومات شناس میشیم ما زبان خودمون رو گم نکردیم و حرکت میکنیم گم هم نمیکنیم. ولی به هر حال احساس می شود که زندگی در کشور دیگر به زبان تاجیکان تاثیر گذاشته است. تاجیکای ما بسیارش قزاقی خوانده، همین تست رفته توی تست تاپشرش کرده از بالای سر گرفته. خوچای خودم مکتبای قزاقی میخوندیم، مکتب بده و خوچام یاش بچگان و دخترچام اون تست تاپشرش کرده بالای سر ختی مید universitet meditsina va ped universitet va ped institut va oliy bilim geta omada hamiza kor kardن. شغل اساسی تاجیکان قزاقستان کشاورزی می باشد. الحمدلله حال زندگی مردم ما در اینجا البته حاضر بینرگت در باره دهقانی پخت است. اساسا پخت کاری ما فارس بود من خربز گذاشتیم، تربوز گذاشتیم. هر که مثلی چهاربازاری کم و بیش، چون که برای چهاربازاری که هم خیلی دوره ما زمین های پیش کشال وسیع بود چهاربازاری میکنن. اما که حوض زمین هایی که متحد کرد به مردم هم سهم گذاری کرد، همه جو صاحب چیز که خب این هم چهاربازاری در خود خانه اختارشون به قدر امکان گذاشته زندگیشون خیلی خوب الحمدلله بهتر چی است. اگر تنقیسی نکشیدن مردم رسه میره و مهاجر به فکرم من اگر اخلاق ما لیرشمار باشه اگر یک تای نیم تای نیست درسته نیست. شب 1 می سال 2020 مردم بعد یک روز روزه‌داری افطار میکرد. ناگهان خبر رسید که سد آبانباری سردابه ازبکستان کنده شده، آب به طرف دهه فردوسی روانه شده است. ساکنان با عجله خانه و درشان را پرتافته فرار کردند. یادم میاد که مردم را به اتوبوس اکواکات چی میگن برای اکواکات مردم را کوچاند. اون کسی که با ماشین خودش دولت به اتوبوس از همین 20-25 کیلومتر دورتر کوچاند مردم بود. وقتی که مردم را از اینجا شباشب کوچاند بود روزش خطی در من این پسیار که ایش میگه حاضر نومیناش اتکنج یعنی مسجد، مدرسه، زبان، دیدساز، لاگر در همه جا مردم ما رو جابجا کرد. من اونجا هم چون رئیس محل من خودم در اشتراک کردم. همه مردم جابجا یا اون که در بیرون نمونده با شناسو من این کلاسرهای دیگر جا به استقامت کردم. اما بعد همه حالتان پگشت دولت این با راه MTS قشلاق تیز اطرافش رو محافظت کرد که برای اینکه مثلا گیریم یکون کس نظر را یکون کس ماندی باشد بیرون کند که در دلون یکون آب اومده ساز است با خانه قطعیده اونا زیر آب نمانن گفته خیلی یادم چیز شد از طرف داده. گوار بیننده خونه البته این بسیار فاجعه کنان شد برای که خلق تمام از دنیا و از خانه و از مال و از همه چی ماند روی من میشد. همونطور یگان چی از خانه ها گرفته نتانستن. خیلی شکر خدا که زمان تینج اولین همون بر همشهرها من دیگه تاجیکای تهنشین با بچه های همون سرکارا من جا کرده در زواد، در مسجد ها، در مدرسه ها، در مکتب ها همون خلقی همه جا رو جا کرده نان دادن. از روز اول آنکه خودشون خیلی به یاردم دولت دیگه این صاحب کارا همش یاردم کرده نان دادن. خصوصا مثال من همون اگه قشلاقی ما که به آب رفته باشه دیگه تاجیکای همسایه قشلاق همه هستن همه جا دادن، خانه دادن،
نان دادن خدمت کردن. بعد تمام خلق قزاقستان خیست و اینجا میدونه تمام خلق قزاقستان الاطراف و از اقطاع و از جنبل و از دیگه جا همه خلق برای یاردم خیست. تا ماه می سال 2020 اکثر ساکنان محله فردوسی تقریبا چنین خانه ها داشتند مانند به بسیار دهه های تاجیکستان. بعد کنده شدن سد آبانباری سردابه اکثر منزل های این ساکنان زیر آب ماند و دولت قزاقستان برای آنها منزل های نو بنیاد کرد. دولت قزاقستان برای هر عائله ضرر دیده از سیل 17 میلیون تنگه یا حدود 40,000 دلار جدا کرد. از حساب این مبلغ منزل‌های ساکنان بنیاد شده، کوچه ها منفرش کرده شدند. اکثر اینها در قزاقستان به دنیا آمده همینجا بزرگ شدند. با وجود این خود را فرزند تاجیکستان می‌حسابند و امید دارند که در تاجیکستان هم آنها را خودی می‌دانند. خواسته تاجیکان قزاقستان این است که دولت تاجیکستان فرزندان آنها را با کتاب‌های نوی تاجیکی تأمین کرده، نمایندگان آنها را به چاره‌بینی‌های رسمی دعوت نمایند.